سلام بر دوستان عزیز و رفقا. من در مدتی که اینترنت ها قطع بود این عکس رو تو ذره بین پیدا کردم. این دوتا فیگور کاراکترهای دیزنی رو گذاشته، فکر کنم مال دیو و دلبر بودن. بعد زیرش نوشته خرید فیگور تکی شاهنامه. داداش، فیگور شاهنامه؟ این الان شاهنامه است برادر؟ داداش من، این مال دیزنیه، اصلا ربطی نداره به شاهنامه. فیگور شاهنامه مثل رستم و سهراب و دیو سپید و توس و مرتی که روانی، این چه ربطی به شاهنامه داره؟ داداش چی کشیدی؟ یه لحظه داداش، این شاهنامه است، این شاهنامه است، این شاهنامه است، این شاهنامه است، این شاهنامه، این شاهنامه. مردی که گوسفندی که این عکس گذاشتی اینجا بوده، هر درستش کنین چیه؟ چه ربطی به شاهنامه داره؟ کاراکترهای دیو و دلبر چه ربطی به شاهنامه دارن؟ احمق.